چی کاری بد کردم چی ناحرمتی کردم کجا داری روانی سری تو؟ هیچیه گوی کرسکه پرسکه شکیدای لاموتا سرخ کردای میجاد نام خرید روز خیر مایلش من فراموش کرد تو دخترچه‌اش را فراموش کرد در همین روزی زنه که ابلا یک بار که زنگ زدی دو بار که زنگ زدی تلفن تا که نگرفتم کجا زنگ میزنه تنهای غریبم ای پدر از محبت بی نصیبم ای پدر و جانی بیبی جانی بیبی زنگ نزن کار دارم که زنگ زدن نمیتونم کار دارم که برداشتن نمیتونم با خرید رفتم دم خاله جان بچه شما رو کی میگه؟ من زنی میمون میخوام بعد نیم ساعت همونجا میشم انتظار شد بعد نیم ساعت همونجا میشم گالوس رو اینکه بنویس نیم ساعت همونجا میشم خواب چه ببوسم خاکی باشد زندگی آینه را محتاج خاکستر کند رفتی تو بهارم شد خزان انیس خب و فکرم که یه روز استراحتی های و فکرم در خانه هشتمی مرد من خیلی وقت شده که کجا رفتم کجا نرفتم روزای استراحتی روزای کاری من خودت نمیپرسم با فکرم مشک زنک من برای چی میرم من سحر ای خونه بیرون میشم با چی خاطر بیرون میشم به خاطر رزق روزی به خاطر بهبودی خانه به خاطر کمبودی خانه به خاطر خوشبختی شما به خاطر سربلندی شما به خاطر اونه که یک همسایه یک خشتبار یک کس نیم کس کمبودی نداشته باشین پستی نداشته باشین میفهمی امیرا یک روزی استراحتی داره ما در همین روزای استراحتی هم روز نداریم استراحت نداریم شما فکر میکنین ما میریم کیف صفا کردن میگردیم ها؟ نه خطا میکنی نه انیس این روز استراحت های کجا میرین؟ آخی زنه چی در پرسم بود برون؟ بس کنیم پرسیدم کجا میرین؟ ای کجا اومد؟ چی با دیر اومدی؟ کم تو رک بفهمی اینا را؟ بشکر نگفتن همون ما یاد خواهد یکی مدار یکونشی میگه بخرین و یکی یکون میمون که اون یکونشی در کشید بخرین من 17 بار زنگ نزنی با فهمو؟ بعد بشکر فراموش نکنی کودکه بی نظورت نمو رای ماشین های هزار آدم های بفهمی؟ بی نظورت نمو کودکه پنات به خدا احتیاط کنی کودکه نزنگو که بله فرزانه 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 لابه خلا جان اینجا بیا کلی لابه خلا جان با شوهرت زنگ زدی؟ نه ناراحت نکردم خلا جان حالی میبینم ناراحت نکردی؟ و امروز روز استراحت بود که باید در خانه باشد نه خلا جان حاضر میبینم خواهی نشوید خیر مایلش من فراموش کرد تو دخترچه‌اش را فراموش کرد در همین روزی اید شاید کارهاشو میسه باشد
این بچه اوچایه این بچه من دویمو کلینجان سیرکار است باور کن کار بارش بود نشد دویمو این بچه من سیرکار است هیچ کار نه خاله جان خیلی یک زن کنی کجا شد مایل خاله جان وایس من زن بزنم شما خواب کنید خواب خاله جان خدا نگهدار کنی یک بار زنگ زنم در کجا باشن تلفنشو جواب نمیده ما خیر باشه گفته بود که بر وقت‌تر میام نمیدونم چی گپشته باشه حتی تلفنش جواب نمیده خالم کم ازش نیست یعنی است که نه خفه میشه چی؟ ای زنکی بی حقا یک بار که زنگ زدی نبرداشتم دو بار که زنگ زدی نبرداشتم کجا دم به دم زنگ میزنی کجا تکرار به تکرار زنگ میزنی زنگ نزن کار دارم که زنگ زدن نمیتونم کار دارم که برداشتن نمیتونم یعنی از تلفنش جواب نداد با فکرم که نمیبیاد هشتمی مرگ ایدی مدارم یعنی از که نه خالم خفه میشه چیکار کردم در کار که خالم یعنی خفه نشه اوه یه فکر در سرم آمد ملکه جان امروز چیکار گذشت؟ ساز گذشت آخه؟ این طرف هم نگاه کن چه زیبا ها دو سیگار میخورم دویم بیایم همینجا خیلی استراحت کنیم از سحر تا بگم استراحت کنیم یکی خیلی کار زنک امروز دیدی چند بار زنگ زد بیزار کرد دل ما گرفته اگه هم زنک ملکه میدونی که یک روزی که خطیت میگذرانم که فکر میکنم که 100 ساله که در دنیا ما یک آدمی خوشبخت‌ترینم بهترین شخصم خوشبخت‌ترین مرد دنیا خود ما اسم میکنم در بر تو هر یک خنده که برای من خوشبختی میارم برای من یک روح و الهام تازه میارم ملکه بانو این شیرینی گفته اومده این کدومش بهتره کدومش خوبه کدومش مزه نازوره که شما دختران نسبت ما خیلی خوب میفهمید ها؟ کدوم؟ همین سر؟ همین سر میوره ها؟ مزهش خوبه ها؟ اکای من همین طور صرف یک سال ایستیوش یک سال بعد کافی داریم چه؟ چکری هست اکا؟ مالوش نیست هست اگر یک کجون بده کافی مالوش نیست خیلی چه کنید؟ مالوش نیست سه سال نمیشه نشد خوبه خیلی خوبه نه؟ این دوره باید دیدم بسید خوب میدارم مولد یا؟ چه گذشتی امروز؟ ساز گذشت آخه؟ خرسان چی دی آخه؟ راستی گفت میدونی همین ماهی مرد ندار اومده اوجی من همین روزا بهد انتظار بودم من 8 روزا انتظار میکشم در اصل خونه میرم همین زنک دیل ما گرفته خیلی خیلی میدونی که
نمیفهم. همین روز بیزار ایجون کرد. خودت میدونی که همین روز بیزار کرد. زنگ میزنه. آخه زنه که ابلا یک بار که زنگ زدی، دو بار که زنگ زدی. تلفن تا که نگرفتم. کجا زنگ میزنی؟ هم خلاص؟ نمیخوام دیگه. فقط میدونی چی میخوام؟ فقط میخوام یک لحظه هم باشه قطعی خودت باشه. تا وقتی که من هستم اون اومد تو باید زیر نگردی. فهمیدی مرا؟ یگان مشکلی را، یگان درد، یگان لحظه مشکلی را باید حس نکنی. حدا برسن بخبگر. ها برای کی مینت میکنم؟ برای کی کار میکنم؟ برای تو میم برم در یک طوری مویت. نویش چنده اکا جان؟ 200 سومونی الان. 200 سومونی؟ یا اکا جان من دستم 100 سومون دارم. نمیشه که براسلیتم طلای زالوگ منم. باید شرطی میشه که مثلا از 3 روز زیاد دیر نشه. باید 3 روز اگر زیاد شود ما میتونه که را بفروشی. خب اکا جان پگه بر میگردم. اگر بین روزی بوشه میشه. حتما تو شگفته میبیارم. طلایی؟ ها اکا جان. مایل خیر شما. مایل خب رحمت سلام. خیریت فراموش نکردمی خولا جانم تورت هم خنغز ببینه ده همه پولی موندگیم یک تورت گیرم بو خولا جانم خوبا تمامی هستی بخرسان می شود با دایی بیماریش اگر دست ما یک تورت بخره یک دعای خولا جانم برای من نیمی دولت های ترش به همه پولی موندگی یک تورت گیرم چقدر خولا جانم خرسان می شود میگم که اینومی بچه تونه خولا جان چقدر خرسان می شود خولا جانم خلاصا باید درد غم یگان چیزا حس نکنیم. این هم با هزار رحمت اکا جان زنده باشه اکا. هزار رحمت اکا با روزی هشتمی مرد با با شیرینی بهتر خوبتر میگذرم همه زنگ نزن. کار دارم که زنگ زدن نمیتونم. کار دارم که برداشتن نمیتونم. وقتی هستم زنم جان به خاطر خوشبختیت، به خاطر خوشحالیت، به خاطر خوشحالی فرزندم زندگی میکنم. الحمدلله شما هستین که ما هستیم. تشکر.
جان جان شما که امروز دادن در تونستن عادی دادن تو تنی دادن وای میمورا بیبی میمورا داخشو میشه دادات امروز پیش جلوهاش رفته حالی میبه تورت میبیارد شکلات میبیارد مالی جونی من یکم شیر برای دودو دا زیاد کردی؟ کنیکو بیت تنهای غریبم ای پدر از محبت بینصیبم ای پدر وای جانی بیبی آه جانکی بیبی السلام علیکم اوه جان یوچه دختره که خوش رو یوچه تو همراه بیبی جان ششتی اما بین دو جان است امروز برای ایدی شما چی خریدن تو روزی رفتیم کنی پیش بیبی جان رویم السلام خواه جان اما این توفه ها از منی بچه تان خواه جان وای لازم نبوده زحمت کشیده جانی و چه اصلا بچه تو من بخش میپرسم خاله جان کمتر کار بارشون بسیار بود برای همین آمدن 1 ساعت پس میآیم هیچ گب نه یکیش منات میدیر خاله جان اطلس چه رحمت کنه بخشمت شوید رحمت در خاله جان زندگی چه اوزی حواسی که دوری به اوزی حواسی کنه رحمت کنه رحمت خاله جان وای بچه تون خفه نشوین برو چی؟ هر روز کار حتی در همه روز استراحتیشان از پشت دیگه کارش در رفتن یگو مادر از فرزندش خفه نمیشود یگو مادر از فرزندش نمیرنجد با بودگی فرزندش شکرانه 1000 مرتبه برای مادر از همه توفه زیادتر این مهر و محبت فرزند است رحمت خواهد جان خدا برکه و بچه من خدا هر جایی که باشد خدا نگهبانش باشد رحمت برای توفه زندگی کلین جان رحمت با پدر و مادری که تو باری دختر تربیه کردن رحمت خواهد جان برکه به کلین جان از فرزندات سیر شد وای رحمت جانی خواهد جان. این همین قدر درباره دودوش شریکش را زیاد کرده است که سومان جانی را را؟ بیبیه برای دو جان شعر خوندم جان یوچه چی نمیرسید که این کارا کردی من برای خوشبختی زندگی من همه کارا کردم این چی کاری کردگی من چی کاری بد کردم چی ناحرمتی کردم که در ما این خیانت کردی اوهو ناگونی ها؟ فرزونا؟ ای چی هفته نامدار؟ اینجا بیست؟ گوشانی دبه؟ گوشانی دبه کم اخش رو بینه من؟
الختا تا قلتا خوردگی دیوانه چی تو؟ ای مرا نگاه ای چی هفت نمودای؟ کجا دیروانی سری تو؟ ای چیه گوی کرسکا پرسکا شکیدای لحوتا سرخ کردای؟ میجاد نام خرید روز دروز ای شرمنده مو کردنی؟ ها؟ یک همسویا، یک خشتبار، یک مهمون میاد چی میگن؟ ها؟ چی میگن؟ زنی کیه؟ یک بار آینه دا نگاه کن یک بار آینه دا خطبی ای کوچگردو فرق نمیکنن ما را دور دیدی نه؟ ما با خاطری تو برای خراکی تو برای لباسی تو برای خوشبختی تو برای تمام زندگی تو ما بیرون ایدارم در خونه نیستم حتی امروز چی روز بود؟ روز استراحتی ما بودم؟ امروز روز استراحتی ما بودم؟ ما با خاطر شما چیکار کردم؟ باید پای کار باید پای مشکلات زندگی تو باشی؟ بالا گرفته هر طرف باید افته لولا سرخ کهی قشورا نمخری درست کهی مترشو کنم 5 متر میشوند چی گپای؟ ای زنه شرمنده مو کردنی ما میگم من میفهمم انیس جون گوش داره خب گوش دارم گپ زن ما به خاطر خوشبختیت به خاطر خوشحالیت به خاطر فرزند نازنینمون همه کار کردم در کارش جان ما میتم لیکن من امروز دیدم که برای تو دخترای سورمینی معقوله امروز دیدم که برای تو دخترای سرلیج معقوله برای تو دخترای پریکسمیت که معقوله ما خواستم که خواست دل شما را کنم کی میگه که ما دختری سورمینی میخوام؟ ها؟ کی میگه؟ ما زنی میمون میخوام زنی مردم میمون توفیق نه تو خطا میکنی نخوب دیدی نه این فکرات خطا هم واه انیس جان یا چه؟ انیس جان آمده السلام علیکم یک روزی بخش نداره شر بچه یا چه نغزی سازی تینجی تشکر بچه خوب هستین؟ تینج هستین؟ خوب جان یا چه احمد برای توفه های زیبایی روی کردگی جان یا چه چی سرگردان شدی همی کلینا سرگردان کردی خودت کی میامدی میآوردی همی توفه ها تا با همی بیچاره سرگردان کردی که بیا توفه های بر رحمتی کلان برای اطلس زیبایی خریدگی به نهایت به من معقول شد اطلسی خریدگی بچه جان دست کو درد نبینه جانی چه شکرانه با بودنی تو من فخر میکنم که تو بر این بچه نازنین تو بر این بچه اولی همت دارم هزار بار شکر فهمیدی بچه جان من بینی پسند کردی فهمیدی جان توفه؟ چرا توفه؟ من خبر ندارم براستی این روزی ایدی مادران بودن؟ امروز روز ایدی مادران بود تو زنتا گفتی که بیا توفه های بر مادرم ما تو آمدنی تو خوراک کشیدیم نخوردیم تو نگاه کرده شدیم همین خیلی کلی تو برای چی گریه داری؟ ای منی عبده ای منی بفهم چی شد انیس جان؟ من راستی اشتباه کردم مادر جان برای چی بچه جان؟ من راستی اشتباه کردم بچه جان چی اشتباه کردی؟ ای خدا چی شد جانی چه؟ تو چی اشتباه نکردی؟ من از توفه های آورده تو روزیم برای مادر مهم این توفه نیست جونیو چه برای مادر این مهر و محبت فرزند است فهمیدی جان من از تو روزی هستم تو هیچ اشتباه نکردی جونی من از توفه خبر ندارم چه توفه؟ خبر نداری؟ چه توفه؟ تو توفه با من روان کردی و من کرته اطلس دوست می داشتگی من خریده کلی؟ تو گفتی که انیس جان توفه خرید برای من
курта атласи дӯст медоштагӣ маро харид. خالاجون توفه‌هایی که من آوردم همش رو خودم خریدم. من هیچی نفهمیدم جانای مادر اوچی. جان من فرزانه جان با خرید رفتم دم خاله جان. بچه شما رو همراه یک دختر دیدم. گریه نکن کلین جان. رحمت به پدر و مادری که چونین دختری به او داد تربیت کردم. تو برای من کلی نیستی جانی من. از روزی که دختری من از این خاندان کلین کرده بردم تو به این خاندان آوردن خیال کردم که تو دختری دیگه من هستی. رحمت خاله جان. من از تو یگام کمبودی ندیدم جانی اوچه شیر بچه اوچه اگر خواهی که من از تو روزی باشم هیچگاه زنی نازنین تو فرزندی دوست رو یکده سری راه نکن جانی من. البته مادر جان من از او یگام کمبودی ندیدم. مادر جان آب جویبار بیخس و خوشحال نیست آدمی از عیب و گناه پاک نیست. مادر خطایی که من کردم خداوند مرا ببخشد. گناهی عظیم است که من پگاه در نزد فرزندم در نزد دوستانم چگونه جواب میدیم؟ انسان‌ها به نخون فرزند زار هستند. به عائله آباد به عائله تنج و آسوده زار هستند. لیکن من به چی کار و به چی خطاها دست دادم؟ مادر نازنین همسر نازنین مرا ببخشید. مرا ببخشید. تحفه بهترین مادر در زندگی این میدونی چی از جانی اوچه؟ این خوشبختی فرزندانش است. دیگر باشید. رحمت خاله جان.